وای 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 گیلک جو کجا بودی؟ چرا باشه کجا شک دست کن. میرم کار دارم. بیا من با تو کار دارم. چی کار داری؟ میرم کار دارم. کمی پیشتر شد. بابا بادار ما معطله. دست کو بده سلام علیکم بگو خدای ما خو خیر تو دست دادی که اما نگو تو گیلک جیشته نمیته تیر شدی همیشه نکمیته. گفتم صبر کو بادار تو کتر نمیکشه خو. خلال نداری خلال دندون. رفیقی دوستی تیر میشه سلام علیکم میکنه. خلال دندون نداری. گیلک. سکو چی میگم برا رو خوب خلال دندون نداری. بگو. تو بریکتر یک لولتر بکن. بگو. این نمیشه خودی از قرب سرداد. دندونام کور غازی کلون تا چیز دبلترات تامه. گیلک. تو خودی می بادار خو کار میکنی به تو چند ماش میده؟ شاگور. و سالانه در بخش خرج. خوب چند میده؟ سالانه در بخش خرج. خوب. چی؟ سال چند میده؟ برج 1.5 خوب. سال 11330 خوب خرج تو را میده. خرج مرا میده رختم میده. گیلک جو. سکو برا را خور بگردم خور تو به تنه تودی از این مشاغل خفه نکو. ای به درد تو نمیخوره. بیا خودی ما هم اینجا همین گوسپندام هم هست همین گوام هم هست جمع کو. خرج تو را میدم رختم به تو میدم برج 15000 به تو ماش میدم. بفهمیدی گیلک جو؟ سال 20000 برای تو میدم. خرج تو را میدم. خودی تو گام میزنم میگی ها ویر پرتاو کو. من میفهمم که تو گفتی روز 20000 به تو میدم. برو رو خود بگردم به خدا 100 سال دیگه خدای ما مشاغل نباشی بتونه پودی از تو خفه نمیشی من مقدار به تو بگم شکم تو نیم سیر نمیشه. البته گویم که من بتونه پوده بسته کنه. بیا می تو تونی سرقی گاب تونی تو به چرا میگی تو بتونه پوده بسته میکنه. این مطالعه ما با تو گفتم یعنی ما مشاغل عمل شکم تو سیر نمیکنه. شکم تو سیر میشه با ورک میشه و خو یک شی اگه کم بیاید تادگی به ما برسه. خلاص همین زن ما مشاغل خود ما مشاغل کنیم ما مال از او سرش هم یاد نمیکنم. او بابر تو خرج عاد نمیده. تو سعی کن. ما خودی کی گام میزنم؟ بابا بارو تو ایتا میرفتم یا ایتا. حالا خودی ما کار میکنی؟ چی؟ خودی ما کار میکنی؟ تو جان نامردی بودی تو گپ خو نمیفهمی با من چی میگی. چی گفتم به تو؟ تو میگی من تو به تنوی پویده بسته میکنم. نه میگم تو بسته میکنم میگم به تنوی پودی ما مشاغل خور خفه نکو. یعنی تنوی پودی رو گدان خدا نه تو بخلو قبول نکن. دفعه مف میزنی تو گپ زدی یاد نداری. برو به درس گپ زده. برو به کورس گپ زده یاد گیر بابا خودم گپ زد. یعنی به 20000 کار نمیکنی به ساله؟ به تنوی پویده؟ نه به 20000 کار نمیکنی. نه. با چند دفعه کار میکنی؟ چی؟ به خدا اجازه ما مشاغل باشم خرج تو هم نمیدم. خداوندا چرا دل آفریدی چرا دل را تو عاشق آفریدی چرا دل را تو عاشق آفریدی اگر عاشق شدن جرم و گناه است دل عاشق شکستن هم گناه است دل عاشق شکستن هم گناه کجی به کجایی که من براتون میگردم براتون در سراش میگفتن که کجی رو سر اوگریه. ای مامان روز عدمی صبح که نمادون گردن رو بند باشه که نیه از زمین 6 تا باشون که بشینم از این پلوش به اون پلوش از این جو به اون جو او به این جو دادی او به این جو دادی انا حالی بیاوندم 5 دقیقه به 6 تا که خوندنه نگو یک کارک رسیده به تو بگو خود اون روز فعلا میبینی دستم و بند گریم و هسته کار اصولیه اینام و هسته کار اصولیه بری 3-4 روز بهتره بشه با قول میدم خود عباس بچه من قرار گلگه بچه رو بکنم گلگه بچه رو خوشته بچه رو نه این همیشه گفت عباس میچه رو کم بچه رو زنگی زنجیر خیلیاتی چرا هستی؟ شکر فضل خدا چی گفت پای رفته زنجیر جاره و شما من اوروز اینشتره که گلگ جان زنجیر خیلیاتی خوبی خوب زنده باشه چی رقم پول میلیون درباره ماش هم گفت داریم همه حساب کتاب تیار کرده هر چی که به عباس دادم بتام میدم واسه که عباس که پیگی عباس چی؟ گلگه بچه رو نه خود عباس پیگی پول میدم تو آیا مفته میرون گردن من میگی لگ با عمر خو یک کاری من مفته نکردم حالا ما کی گفتیم مفته کار کو ما گفتیم مفته کار کو این دور زمانه این شرایط دالک مرتکب برای خو کار خب برج چنده به تو بستون روزونو
بودی 15,000 بده خوبه دیگه. 15,000 خیلی. بابا نمیدونی 6 تا صبح که گلگه به جلو خب میتونی تا 6 شما میبینی اونا میچلینی اوه ای کاراسون یا به هفته واز الله به تنوی پودی از این خود پیوند نکو. چه کاره؟ بله چه کاره؟ میگم به تنوی پودی از این خود پیوند نکن. چرا گیلا؟ دلیل چیه؟ این دلیل چیه؟ این گپ از کجا باید گرفتی؟ اچی چیه؟ میگم مامان این گپ از کجا باید گرفتی با؟ چرونی؟ نه امی به تنوی کلی مردم ما چه کار نکو. به تنوی پودی خود خفه نکو. خفه نگفتم. چی گفتی پا؟ به تنوی پودی از این خود پیوند نکو. پیوند نکو. نه بابا نوروز من نمیگم. صبر کن پیوند بکن نشون بدم. تو سیکو کشته گپ ها یاد گرفته ما چهار کنه گپ نزنی که میگه گپ ها تو مرغه پلوکه نگه برادرات اسلام خود تو سیکو تو بابا من نوروز نمیرم. خود چنده به تو بستونو؟ چی بردی 40,000 بدین نمیرم. چری؟ اونی گیلک ببری یعنی گیلک راست میگم مامان نوروز ما خود خوب تنوی پودی شما خفه نمیگم. براجو مفته کن نمامطور که مفته نه مامان نوروز ملک همه یک رنگ داره مرد یک گپ داره در میشه میگه گپ که دهن بدر شد تیری که کمان خارج شد تگه بر نمیگرده. حالا که مامان نوروز ببرد کاروبار خود خو میرم عباس هم بر همون گوچرونی خوب بکنه حسن اضافه به سرکلی عباس همون گوچرونی میای ما آدمی نیم برون گوچرونی. یعنی تو گپ گیلک رو ببر کردی؟ مامان نوروز همی گیلک از من 4 پلن بیشتر پاره کنه. من عقل کبول گیلک ندارم. همی حتما میفهمه که خود خود تنوی پودی شما خفه نکنم. من بران نمیرم. دیخ نشی. ولی برات نگرم. خیره نرو. نرم تا شما دی پلاش بدی جوی تو. من شکر خدا الحمدلله بیکار نیم مامان نوروز. خدا را دم ازار با شکر کاربار مجوره دل جمع. خوب خیر بینی. کاربار تو جوره. شما عباس گوچرونی نیم برین کوکا برات. گپم گیلک دیونه رو گوش کشه. خیلی هم هوشیاری میره. در دانم من که به گپ میگی لگ نکنه صاحب آراگاه و باراگاه. خود که خیلی آراگاه و باراگاه داره نداره. چه کنم آنی حالا گیلک بیام نونم که با من آورده هم تا دست خیلی وقت بیام فقط بررسی میره. بله بادار با کجا بودی اصلا من همیشه که شیشته و نه چای آوردی نه نونی آوردی آخه با تو نگفتم زودتر بیا که همین گوسفند سکل موتر بودی همین کاگلا تازه نه که اینا خراب میشه. امرو گفتم زن شما گفتم برو به بادار خب بگو بیایم به سرا با خاطر که اینا بردنی نیه. بردنی نیه. شوله مرخ کردم. ما کجا شما خیلی نونا بخوردم شوله بخوردم کال راه رفتن نمیتونم. انا شما قرار که دیگه گفتم بریم واسه گفتم میشه می همسایا پلو شیریکایی بری کس چی بود با؟ چی بود بکنده؟ هیچی نیه بونه نکو گرد راست خور بگو. گفتم میشه کسمه بیایه با تغییری سی کنه. ببینه میگم سه کوی زن ماما شاگلشته زن بی سلیقه که برفته چا شوله کرده. انا ایته بفهمیدین؟ نگم گیلک جو تو مدام برات کاری رای کردم با ما خبری رو بودی کار رو انجام ندادی بفهمیدی؟ تو گفتم من میرم مثلا و کاگلا بشینم تن رد برات من پیاله چای وردا بیار که همونجی تو بشینی من کار دارم من همینجی بشوندی خودتو برفتی به تکوچا نکوی تا کار رو دیگه. شما کازیدن نون ماستی چای ماستی؟ نون ماستم چای ماستم هر مرگ خاکی بود به من میآوردی دیگه. بابا جان گفتم همسایا میای میبینه میگه بعد شعله همسایا به خرج ما چی کار داره؟ آخه همسایا هر کس هر چی داره میخوره. با کجا بودی تو خود که اختلاط میکردی؟ تاشون بگو یکم بادار مر یک بچگاه که بگم اسمیو. خب بگو. مر به گپ گیری. خب چی میگو؟ گفتک نیلیلا. گفتک گیلک تو بیا خود ما بیا کار کنک پیش ما مشاغل نرو تو چون تو به تنوی پودی از این خود بس خود پیوند نکو. تنوی پوده داریم شما ما گفتیم گویم ما ای چرا به میتا گو گیلک جان تو به گپ پذیر سر بره. همین تنوی پوده چیه؟ آنها لگمه بتون بگه تنوی پوده او گفت با سر کار میشونی او برای چی نمیدی
دروغ بری و چیزی وعده میکنی نمیدی. تنو پودر این میگم نگفتن که تو از سرکار خود چیز کن، تو از سرکار خود نکن. او گفته تنو پودی ماما شاگل خود پیوند نکن. با گپ از اون نگفت تنو پودر مسئله او چیزیه چمچاریه، یک مسئله که میگم ضرب الفصله. ضرب المثل خیر بینی. انال مثلا از این که به تنو پودی ماما شاگل خود پیوند نکنیم. من میرم.